در این بلاک کس به نام مزیده نیست. همینجاست. عاقبت شوی نمیشد که مردم برای ما نان خیرات میارن. خدا خیرشان بده. دلم تواس قابلی شده بود که توبه. پس شما اصلا میخواین هیچ دختر تحصیل نکنه مثل خانواده خودت؟ سرسرایش نکنم چه ترس گیرانش نکنم مضمونه. مرا سگ گفت، مرا خر گفت، مرا اولاد خیرات خور گفت. بهار دخترت است؟ بله عمر صاحب دخترم است. پدرش کجاست؟ چی میخواین عمر صاحب؟ این مادر دختر از من پدر بچه. ولی نامزادیشون نهایی شده و روزا خلاص میشه. من فکر میکنم موضوعات زیادی در این مملکت وجود داره که شما باید پشت اونا رو بگیرین. چسبیدین به یک موضوع ناحق. اصلا برادر در این مملکت یک عالم حرف وجود داره که او رو تهدید میکنن. مثل انفجار، انتحار، آدم ربایی. مسائل ناموسی خیلی مهم است. هنوز اینا نامزاد نیستن. اگر ما قانون را تطبیق کنیم حتما این دختر باید در طب عدلی بره. میخواین همینجا براشون نگارش بگیریم مطمئن شوین؟ عامر صاحب این دو جوان دیگه خود دوست دارن. ما هم فامیلاشون هستیم. با هم رشدی میکنن. هر کدام از این جنجالا رو که پیگیری میکنن به قیس ضمیر میرسن. زیادتر به ضمیر. قیس ظاهرا چیزی نداره. اصلا از جلال آباد است. یک پدر نابینا دارم و چشمایش هم در جنگ از ایستاده. والی هم بچایش. اما ضمیر یک تخلصش طوفان است. دانشگاه آمده که آدم شد. دانشگاه مگم جایش نیست؟ خیلی آدم ها آمدن و فارغ شدن، اما ظاهرا آدم است. امروز مطمئن شدم وقتی که امر توقف بازجویی ضمیر دادن. السلام علیک. و علیکم سلام. اوه با موقع آمدین. بسیار خوش آمدین. جناب استاد برازی که برای دیگرها کمتر وقت میگذارین. ما همیشه به مردم وقت میگذارم ولی یگانه چیزی که به او بسیار حساس هستم او وقت ناشناسی است. بسیار خوش آمدین. بفرمایید. جناب زاری در تلفن براتون بعضی گپا را گفته بودم. شرطایتان قبول، ولی ساختن مکانی برای اطفال یک ذره جناب زاری از طرف مشکل مادیش اصلا فکر نکنیم. کل چیزاش خودم میپردازم. الگپی است که گفتم اگه از جانب مؤسسه خیری شما ای کار میشد یکی مفادش به شما میرسید، ولی انتظار نداشتم که ولی و اگر از جانب شما بشنوم. آقای زاری کار خودشان باشه عامر صاحب. هنوز نفهمیدی؟ 5 دقیقه وقت ندادن که ضمیر بازجویی میکردیم. حتما کسی دیگه پشت قضیه است. حتما. پس به نظر ما عامر صاحب پشت این کار الا بتوی. اما یک مطل است که میگه شلو تو بخو پرده تو کن. از من که بهتر میفهمم عامر صاحب که اینجا چی گپ است. تا حالا همون کارو میکردم. شولی تا بخو پرده تکو. اما حالا حتما پیدایش میکنم. ولو به قیمت جانم تمام شود. داریم 24 یک تا از طرف صبح خدمات میشم.
یلدا نشما جوسی چی میکنی قدواره؟ به پدرم رسی کم زارشون به خودم است دیگه کم زار ریزش کردیم آلی خوب است؟ نه دست از بیعقلیایی که شهاب خان کرده بسیار تشویش میکنه پدرم خب میفهمی که تشویشی است چطور از کاربار تو؟ بد نیست راستی و چیزی که گفتم پرسان کردی؟ یادم رفته آخه خب بیاز کار میکنی چی میکنی قرضه را؟ به وقت آمدن سرم بیخی وقت میشه گاهی موتر پیدا نمیشه گاهی میگانته آزار اذیت میکنن اگه وظیفه را ایلا هم نمیشه اگه ایلا نتم میترسم کدوم گپ نشه سرم درا گفتم که یک موتر سوزکی بگیرم خیلی خوب است رانندگی هم که یاد ندارم این غم دیگه تا وقتی که موتر میگیریم من موتر شاه بردیات میتم راستی خبر شد امروز یک جمعیت دگم صبح نرفته بودن؟ این خوب بیخی مشکل ساز میشه تو چرا قدر دل میزنی وشما جان؟ اینی میگه جای نشانی باور که اگه خود رئیس نامد پیش ما شما به خاطر رزرخایی باز وقت بود کار غلط کرد به شرفت نالت تو اینو چی میکنی یا؟ اینو چرا دستت گرفتی؟ اینو چی میکنی؟ میکنی دختر ایلا بتی گوش نمیری کلو داغ تیت کرد بلا در پسش باز تو گوش میکنی مهمون است در خونه به شرفت نالت شاداب مهمون است به شرف لوده بی تربیت دختر بچه که جوان شده نگاه کردنش گناه داره من دخترم 16 ساله شد تویش کردم 3 تا اولادکای گلموره داره آجی صاحب اگر وقتر در فکر عروسی شهاب جان می بودی حالا به یادت نمی رسیدی این من خودم 15 سالگی عروسی کردم عروسی آدم نظم و ترتیب میته آجی صاحب چی گپی میزنی؟ اولادای زمان خودشان همه کار هستن آجی صاحب شهاب جان همراه ما مزار روان بوده خودش بره دخترک ببینه شما بهتر از مراقب اولادای خودتان باشید فعلا وقت ازدواج شهاب نیست بریم برش یک دختر دیوتی رو بگیریم که هر روز چوچه بیاره نه ماشین چوچه کشی چرا اولادای مرا چی شده شکر مثل گل وارستن بیبی از گل کمی نداره اینی میال میر دستروی تمیشی پس میگه میکشم اینجا کابل از قشلاق مزار خونی قسم میکردی حالا برو دستروی تمیشوی بخی که بریم ما نان خو گم نکردیم قوم گفته آمدیم اما از وقتی که آمدیم میبینیم که تو چی گپای ما را نمیزنی ما از قشلاق خودتان آمدیم بخی بچه چه آدم بیشرم هستی کم مانده که از دستت بگیرن از خانه خود بیرونت کنن بگی بیا پندک مندک جمع کن که بریم در یک هتل خود کم نیست ما از خود گفته آمدیم اما از وقتی که آمدیم این دختر بی تربیه چی نیست که ما را نمیگه صد که همون سوادم و مکتب شوه حالیا شاری شدن و ما اطرافی بپاشین اولادا بوتایتانه که بریم دینا وقتی کجا میری؟ یلدا جان خو شما خوبتر میشناسین کو بدل خدا نقصه چیز نداره در دل چیز نداره از وقتی که آمدیم چی نیست که دختر بر ما نمیگه اما دان ما چه پس چیز نمیگیم خوار جان تو رام نیست که ما شاره هیچ بلد نباشیم هیچ ندیده باشیم اوزن حالا چوب باش حالا چی گپ از بیا بشین بیا بچیم بیاین کجا میرین؟ باشین چی شد؟ خیر خدایا با چی گپ شد اگه یک زلزله دیگه شوید تا میره سر ما چپه خود شد بکن نظر محمد دانتا به خیر واس کو از ما گفتن میشه من گفتم یک صدقه و خیراتم به نام خداوند ندادین عاقبتش بدتر از این خواد شد گپ صدقه و خیرات تیر شده ترمیم می بلاک خودش هم صدقه است هم خیرات است پیش خانهت بود آن کل بلاک در خطر انداختی یک دور با مصرف میکردی آجی صاحب گپ اول خودت خراب کردی دم اول کلی که پیسه انداز میکردیم به بسیار مصرف کم می تعمیر آباد میشد حالی زمستان هم آمده نیست اگه برف بارندگی شوه سر ما چپه خود خدا نکنه که برف و باران شوه اگه مطربی و آرایشگری در بلاک کم شوه خدا می بلاک نگاه خواد کرد قیس راست میگه هر بلایی که سر ما نازل شوه از بدکاری خود ماست
نه خودش آمد. خدا خیرتان بده. امیال ذکر خیر شما بود. مجده جان خب همسایه‌داری خود جوره نداره. خیرت است؟ کاکا نظر محمد بله چی؟ یا کارتن پایین مانده از خیر تا نمور بالا بیاریم. کاکا جان متوجه باش که شکسته نیست. برو مادر. نه در این وضعیت منتظر بلای بدتر از این باشین. پشت سر مردم گپ زدن خودش بلاست. به جای زی بیا که پیسه جمع کنیم که این بلاک ترمیم شود. شما تصمیم بگیرین ما میریم پیش میمونایم. آی سب کجا میری؟ بیا که مسئله رو حل کنیم. مسئله پیسه که باش یک ذره جنجال زیاد میشه. پول از کجا کدی چیزا رو خریدی؟ برات گفته بودم مادر جان کارایم نتیجه میده بخیر. کار گرفتی؟ بله. یک اسپانسر پیدا کردیم و پیسه ثبت موسیقی های ما میتن. من برش کار میکنم. البته کار خوب. تبریک باشه بچیم. از اول برام میگفتی. اول خود تشکر. دوم هنوز پیسه نگرفتیم. میارم قرضی خریدیم مادر. از کی قرض گرفتی؟ اول پولش میگرفتی بازی چیزا رو میخریدی. تشویش نکن. پیسه‌ش هم میرسه بخیر. هلو 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 جواب نمیده حتما مزاحم است مادر. تلفن تمام تو با قطع شد مصرفش. مزیده جان. مزیده؟ این مزیده کی است مادر؟ اون روز یک زن نگام درباره مزیده دام خانه پرسان میکرد. نمیشناسم. شاید شماره رو اشتباه گرفته باشه. داشت جانم تو چیزی هست که تو خبر داشته باشی من بیخبر باشم؟ نه مادر. مگم با توجه به حال روز این روزایت این سوال ما باید از خودت پرسان کنم. این موسیقی رو در سطل نواختی یا در پتنوس؟ وکیل صاحب این موسیقی غریبی است که بکتا جان عاشقش است. عاشقی هم بسیار ذوق خراب داره ولی. وکیل صاحب بسیار با سختی ترک هارمونیزه کردیم. تا آخرش بشنویم. گوش که جوان. ما یک شرکت تبلیغاتی دارم. چیزی رو بساز که مردم خوش داشته باشه. یه هارمونیزه و چی تو به درد من نمیخوره. مگم موسیقی باید اصالت داشته باشه. چیزی که من برات میگم اما تو کو. فهمیدن این موسیقی هم سواد میخواد. یعنی من سواد ندارم. من چی کنم سواده؟ پول پیدا کردن به سواد نمیشه. گوش کن. یه آدم بیادب از پیش من ببره. ناخ وقت مرا ضایع میکنه. خیره وکیل صاحب من که چی گپ میزنم. نمیرم من کجا برم؟ سری ترک کلی زحمت کشیدیم من. تو خودت شاهد هستی. من تا پیسه ثبت این موسیقی من نگیرم از اینجا جای شور نمیخورم. گاردا بیاین آدم از اینجا برین. گاردا که هیچ از هر کسی که به من اینجا کشیدن نمیکنم. من زحمت کشیدم سری تکه موسیقی. اگه میخوای کابروی تا بخری لطفا از اینجا برو دیگه. حق و زمه من میخوایم بعد از میرم وکیل صاحب. گفتم برو دیگه. وکیل صاحب مگم راش گپ میزنم. چطور امروز در صدای بکتاج نیست؟ بکتاج جان حالا به تلویزیون ها آهنگ میسازن. خب بسیار خوب. سلام. سلام.
آمدیم کابلای خدا بچینم. اول باید زنگ میزدیم. حال باید منتظر باشیم. فرق نمیکنه. چرا رقم نارام هستی؟ دیروز کلوشی کردیم یک کم جان درد است. مجده جان؟ مجده؟ تشکر. بیا یک دقیقه پولی میشیم. مسیده جان کجا پت میشی؟ تا چه وقت؟ مجده جان؟ مسیده بیا نه بچه آماده است خون بیا آقای صاحب یک دو روز دیگه که برای من مولد بودی انشالله پیسه برات میرسه. اون اعتبار آقای صاحب اگه نمیگو تو خود یک گرام انسان نیستی. بگی جان کو کلش صبر کو آقای صاحب یک دو روز دیگه برای من مولد بودی من میشم که پدرم گپ میزنه که براتون زنگ بزنه. بعد خود پدرت برای من زنگ زد. یک لحظه کمپالا 3 روز میشه که من نوشش خود پدرت گفت از خانه بیرونش کو. برو همراه فامیل زندگی کو. این مگسایی رو که میبینی یا فقط به خاطر شیرینی جمع شدن. بعد بکش کلشون ازش بکش. برای این از خانه بری تست برای لا همیشونه بکش. یکی مرا زاره ترخ ساخته. چی رقم آدم بود؟ من راستش ندیدم. گفت یک مشتری آمده برای خود درست کنه. من که آمدم مادر افتیده بود. خوب است؟ بس تشکر. بکتاش هست اگر شما میخواین برین. تشکر. پولش نیست. زحمت های کنم ببخش. خواهش مادر چی شده یک دفعه؟ هیچ سرم اگذاره گیت شد. اون زن کی بود؟ کدام زن؟ یادم نیست. همون زنی که امروز آمده بود. دی روزا تو رو چی شده مادر؟ از من چیزی رو پوت میکنی؟ چی گفتم میری بکتاش؟ من چیزی ندارم که از تو پت کنم. نمیفهم مادر مزیده این مزیده کی است؟ او روز زنکان مزیده رو پرسان میکرد. تلفن هم زنگ اومد مزیده رو پرسان کرد. قصه این مزیده چی است؟ کمپل بیارم برات. نیست. خب قندمی خیلی جنجال نداره، فقط یک کم ذره دقت میخوای که باید داشته باشی. این 2 دانه آینه رو که تو میبینی این 2 دانه مثل 2 دانه راهنما بر تو میمونه که تو اگه بخوای به طرف راست بری به طرف ای آینه میبینی، اگه بخوای به طرف چپ بری به طرف از این آینه. این آینه رو که میبینی این برای تو پشت سرت نشان میده که تو فاصله با دیگه موتورات چقدر است. صحیح شد؟ خب فهمیدی دیگه این اشترنگ است یا هم گیر است، اونو بریک است و دیگه هم ریس. صحیح شد؟ اینا لپاین شد که من میفهمم ولی دور یک کم مشکل است. تو دمی هر کار دل میزنی. بیا پایین شو که من دوجه بیشتر بردیات میتونم.
پایین شو دیگه. چرا شیشتی؟ درست یاد گرفتم. دریوری باز یک روز دیگه. باشه به نظر من تو خودت باید به یک دکتر روانی معرفی کنی. خب این وقتا خیلی اعتماد به نفست پایین آمده. حالا دیگه پایین شو. زود شو. برو. آفرین. خب حرکت کن. برا کیلا کن. یکمی کارتانو نیده بودم. کیرام دیدم. بخیال مد نظر شما درایوری هم کدام مشکلی داره؟ لا حول ولا توبه کردیم. تی بعد تالی بعد مارسه کدمی هر چه باید اینمی پیشری ما سالت شود. ده پانتون می نمیز، ده خورا می نمیز، ده کوچا می نمیز. این قاعده رو باید ختم کنیم. ما نه شروع کردیم نه ختم میتونیم استاد. جدا شدن صرفا قطعی شد. مکتوب برسیم و زودی میه. حد دقیقه بریم به در سایتون برسیم. تا سرنوشت معلوم شود. تمام شده است. متاسفانه. یعنی که تسلیم شه. اصلا امکان نداره. چطور میتونیم به 2 نفر بی سر و پا اجازه بدیم که با آینده هزاران نفر تصمیم بگیرن استاد؟ کاش 2 نفر بودن. فعلا باید تسلیم شه. هیچ کاری ممکن نیست. نه خیر استاد. نمیتونم. باید بپذیرین. مساوات 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 مرگ بر جهالت و تاریک اندیشی مرگ بر انحصارگران آزادی رئیس ما چی کند؟ رئیس شایسته ما زنده‌باد زنده‌باد مرگ بر مفسد و معامله‌گر صنفا جدا نمیشه مساوات مساوات مرگ با مفسد، مرگ با فسادکار، مرگ با پیرای شیطان مکار، فتنه طراحی شده رئیس مخفی شده استعفا استعفا رئیس ما چی کند؟ رئیس ما چی کند؟ زنده‌باد زنده‌باد رئیس شایسته ما زنده‌باد 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 رئیس شایسته ما زنده‌باد زنده‌باد بزرگم ما زنده‌باد زنده‌باد فتنه طراحی شده رئیس مخفی شده رئیس باید چی کند؟ مرگ بر مزدوران و خودفروشان خیز یک چند دانه شعار بودی؟ مرگ بر مزدوران صنفا جدا نمیشه مرگ بر تاریکندش فتنگر رئیس باید چی کند؟ جهالت رئیس باید چی کند؟ مرگ بر سازایی که ناکام بکنه مرگ به فیزور جدا نمیشه صنفا جدا نمیشه رئیس باید چی کند؟ مرگ بر جهالت و تاریک اندیشی میره گل که استاد. استاد یکم عجله که یکم زود برسیم. یادر بال ندارم که پرواز کنم. این روان هستیم خیرت بخوای. میشنوی؟ کل اشارهاشون بزدم است. اگه نریم خوب خواهد شد. رئیس صاحب اگه نرین مشکل زیادتر میشه. در ضمن عاطف شما بذاری سوال میه. صنفا جدا نمیشه رئیس آرام باشین. این چی انداختین شما؟ این چی وضعیت است دختر؟ حال شما دانشجوتون یا بغاوتگر؟ از خودتون بگین یک دفعه رئیس شما بغاوتگر هستین یا ما به خاطر موقفتان و مکتوب ننگین پیشنهاد کرده بودین شرم از برتان
فکر میکنی نامت در تاریخ با قلم زری ثبت میشه؟ کدام مکتوب دختر جان؟ این تصمیم من نیست. این تصمیم جمعی است که از طرف بالا گرفته شده. مرگ به بزدل معامله‌گر. تاریک اندیشه فتنه‌گر. تاریک اندیشه فتنه‌گر. رئیس باید چی کند؟ رئیس باید چی کند؟ مرگ به تاریک اندیشه فتنه‌گر. شخص ما جدا نمیشه. کار شدیدی؟ بله. چند است؟ 160 برنامه است. جان چند است؟ نام مریض؟ قهار خان صاحب. دکتر صاحب اکسیژن مریض خلاص شده دیگه بالونم اکسیژن نداره. که داخل تایی کنیم؟ دوش از زودتر بریم که دنیا شد. بله صاحب. مشکلی نداره برادر اما که برسانه تغییرات و شما مشکل پیش مثل شغال فرار کردم. اصلا فکرش نمیکردم که قیس قدر ترسو بره. هم یک کرده هست برای تو. فکرت بگی. از اینکه یک فرصت خوب دیگه چی میخوای؟ یعنی وقتش هست. بچه‌ها به نظر شما یک گروه بزرگ مثل جوانان و آگاه چه قسم یک رهبر میخواد؟ یک آدم بزدل، یک آدمی که فرار کنه؟ نه باید شیرواره باشه. شیرواره؟ شیر هم حیوان است. وقتی یلدا میگه که حیوان هستین اصابای کل شارت یک زنگ بزن حتما کار داشته که رفته. 100 دفعه زنگ زدیم. باز تو عمق چرا همیشه نام یلدا رو پیش من تکرار کرده میری؟ میشینید دست سر دست میمونی میشینه مینم تو. کات از این کارتون سنفاق جدا نمیشه. این دختره قانون نوام شاید سر ما شما اضافه کنن. کات از این قیس ترسویتان. قیس میگه که هم قاضی باشم هم شهید. یادتون است وقتی که ضمیر سرپرست لیلیه بود کلی وقت قابلی میخوردیم؟ حالا نمیبینین؟ راست میگی قابلی میخوردیم. قابلی گومیش. تو کل چیز رشخند میکنی. برو یک دفعه صفحه فیسبوک چک کن ببین ضمیر چقدر فعالیت میکنه. کلتان شروع کنین. از این امروز فعالیتتان شروع کنین به نوشتن. هم دفعه همگی ویژگی یک رهبر خوب در فیسبوک نشر کنیم. راست میگه. از این دیگه کدام گپ خوب نیست. مثالش هم ضمیر. ضمیر؟ حتمی نیست. چی کنم؟ بله خون ضرور رد دارم. دکتر صاحب دوایش آورد. دوایش آوردی؟ بله دکتر صاحب. معاینات باید دقیق تر شود. با یک دکتر جراح باز مشوره کنیم. من فکر میکنم که صدماتی که نزدیک اعصابش است زیاد اذیتش میکنه. شما به اون خاطر نمیبینم. شاید که یک عملیات جواب بده. تشکر دکتر صاحب. خواهش میکنم. کی؟ مادر خبر شد دیگه. من خود زردی سیاه دارم نمیشه. مکای میتونم. چی؟ پیسه چی؟ یا الله. آقا شما بیرون منتظر باشید. من که مطمئن باشم. ما میپنیم. شما یک لحظه. ما میپنیم. خیلی ببینی بهتر، خیلی ببینی قربانت.
وظیفه پدر جان وظیفه انسانی است. یک جان تشکری نکن. خیر ببینید. خامید با سلام. بشی قیس خان بشی. میبینی؟ اسراف. هیچ فکر نمیکردم استاد دیت یک جای زندگی میکنه. اشوار کابل رقم جای داشتن هم پاچویی است پاچویی. هی لیلا هی لعنتی. لیلا؟ یعنی لیلا هم میایه. آرسی میکنی یعنی هر کسی که بگویی برای نه نمیگه. این خدمه کس نام ازی فکر میکنم لیلاست. چی خدمه؟ های استاد چی درباره برای جور کردی؟ چی هست؟ بعد گفتم استاد هم دنیا را گرفت هم آخرت هم. ما با جانم او تو که اساسازی جان میریم از او جان موندیم. همیشه متردد هستی. اونا جون همی کار کدن بود که کدی؟ در بین جنجال سرت پایین انداختی خیسی رفتی. زمیر ما برات گفتم که پدرم در مشکل دچار شده بود. بالا بسیار خوش آمدید. بسیار خوش آمدید. بفرمایید. بفرمایید. آمر امنیت چیزی پرسان کرد؟ استاد همون چیزای همیشگی چرا زیاد رفت آمد میکنین دلیل رفت آمدتان چیز استاد از خودشان کنم پیچاندمشون. ما که میبینم آدمای بسیار لوبالی بخش امنیت پوانتونه اشغال کردن. مگم قیس خبر شدم که موضوع رسانه‌ای ساخته؟ بله استاد. استاد اون روز اگه قیس نمیرفت این حرکتشان معکوس میشد. ما برنده بودیم. نمیفهم استاد این وقتا چرا قیس زیادتر میخواه که از جنجالا فرار کنه. میفهمین که تنها جنجالای پانتون نیست. ما تلاش خود زیاد میکنم استاد. از همه چیز که مهمتر مسائل وظیفوی ما شماست. اما یک دفعه مسئله پدرم بیبی مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن والا. قدم زین هر دو بیرون نه اینجا باش نه آنجا. من تلاشایت نادیده نمیگیرم. مگر تلاشی که نتیجه نداشته باشه یعنی چی؟ استاد توجه نمیخوام بشنوم. شما فکر میکنین این همه چیز سر به خودی آمده؟ ما وقتی مثل شما وارد معسل بودم. مگم مصممتر از حاله. استاد ما میخواستم درباره استاد فراد بگویم. چرا؟ این روزا بسیار باز تهدید کرده؟ بیبی بچه کسی که بسیار تهدید میکنه او باز در عمل بسیار بزدل میباشه. نه استاد این رقم یک گپ است که استاد سر کارش با دخترها زیاد شده دفترش دخترها زیاد رفت آمد داره بود. بیبی من خودم یک گوهرشناس هستم ولی گاهی در برابر بعض ارزش ها اصلا قیمت مانده نمیتونم. میفهمی چرا؟ استاد به خاطر که سنگ یک گوهر قیمتی است. ولی سنگ تا سنگ است. منظورتان استاد فراد است؟ دیدی؟ بازم این بچه اصلا ارزش ای فهمید. ما خوشحال از تحریک جوانا هستیم. نظر ارائه میکنن، از خواسته هایشان دفاع میکنن، ولی به این معنا نیست که پوانتون از کنترل خارج شده. یک سوی تفاهم بین محصولین است. میبینید کاملا جدا شدن صنفا اینا دفاع میکنن. این خب معلوم بود دیگه. چطور حاضر شده که مصاحبه کنه؟ منحرف ساختن توجه رسانه ها و مردم. بعد از اینکه اجازه ندادن رسانه ها حضور پیدا کنن، سر صدا ها زیاد شده. این یک پیشگیری است. فهمیدم.
این حال وقتش هست که ما شما بریم و مصاحبه بکنیم. رسانه‌ها خودشون پشت ما میآیند. استاد فرهاد بهترین گزینه است که صحبت کنه. استاد فرهاد یک استاد است. او چطور میتونه به نمایندگی از ما و تو برای اوجا صحبت بکنه؟ اصلا ما و خودت چی شده؟ میشه، ولی استاد فرهاد منطقی‌تر صحبت میکنه. در ضمن ما باید بسیار فعال باشیم در سوشال میدیا. یک موضوع جدید در دانشگاه. اینا چی کنیم؟ خیلی خوب است. کل چیز گرم و گرم. راستی برنامه بکتاش چی شد؟ او خیلی عالی است، میتونیم او را به نفع خود بچرخانیم. ذهن تو چه قضا طراحی میکنه؟ همونش گپ بزنیم، ما موافق هستیم. خوبه چطور فوت کرد؟ تصادف. لالای خدا بیامرزم تکلیف قلب داشت. شیطان دگوش خبر نبره. یگان وقت بسیار زیاد می نوشید. دکترم برش گفته بود که باید درایو نکنه. موترش چپه شد و مرد. دیگه اولاد داره؟ زن دومیش نازا بود. یک دو بار آمد و ترپالید و پیدا نکرد. بیادر بیچاری ما بسیار زیاد زجر و رنج دادی. آل دیگه اما قواله را برم بتی حداقل او در قبر خارام باشه. این امکان نداره. او فقط تنها چیزی که مربوط به بکتاش میشه. با مو خاطر دمق وقت بازاران مشکلات روبرو شدم و مور نفروختم. فکر کردم دیگه هم اولاد داره. اگه تو واقعا خورش می بودی، تا حالا کجا بودی؟ چی میکردی؟ دیده بودم خوری و بیادریتانه. هر روز سرپیسه در سر یکی دیگه میزدی. کجا بودم؟ من کابل از هر زیر ساختم و تو را پیدا کردم. تو که بچه تا وارثت حساب میکنی زندگی تا به این حالت نمیرساندی. آله هر چیزی که از برادرم است متعلق به من است. یگانه وارثش من هستم. فهمیدی یا نه؟ یک وقت تعلق داشت. حال بچه ما کلان شده. کار نکو که با این جهل و فریب کاری تو را رسوای تمام مملکت بسازم. خانم مزیدی بازیگر اگه بکتاش تو را ایلا کرد باز از من گله نکنی. من تمام گپا را بر بکتاش میگم. اگه بکتاش بفهمه تو پدرش ایلا کردی و فرار کردی، توی کار کده نمیدونی. تو هیچ وقتی کار نمیکنی. مرا قواله را از بکتاش است. بکتاش؟ بیادر بیچاریم فوت کرد، مرد. حالا کی ثابت میکنه که بکتاش بچی بیادرم است؟ گپ تا سنجیده بزن. تو میفهمی که چی میگی؟ سلام بابا. سلام. مشتری است. سلام. یکم قید گرستم. فارسی دخترش است. خواستو که موضوع باید میشه. چهرهش آشناست بله. تصمیم طبیعی چو بودن من در بدل قواله درباره بچگکت فکر کن. میوان رفت؟ مادر گفتیشه؟ قبول نمیکنه بگه. مادر جان سبا پیسه روان میکنن. امروی دکترش گپ زدم. حتما عملیات شود. امی کارای لالایمشان در نظر میگره قمه. تو خو خزانه دار خانه بودی مادر. اینقدر جایداد خانه و زمین از کجا شد؟ بچه زحمت کشیدن. از زحمتشان است. نمیبینی که پدرک چشمایشون تو کور شد. رو پیشون برق پیدا شده. حتما همینطور است. استغفر الله. راست میگی. استغفر الله. استغفر. مادر زحمت خود دیگه مردمام کشیدن. در مقابل روز جنگ کردن. اونا چی دارن؟ این نور محمد دست و پایش نیست. چی داره؟ همه تو بچه گل رحمان ازم قطارای آقای ملالایمشان نیست. اونا چی دارن؟ چو باش کارو نشنوه. دکالی تو چی گشته رویز؟ ای چی مادر؟ درباره حلال حرام میخواندم. تشویش من ای است که یک لقمه نانی که میخوریم حرام نباشه. انشالله که حرام هم نیست.
سبیل شبیه و کابل که بعد شماره میره و میایه. هر غذا که دی بلاک میشه اول سلمان میشه. از دستی که نل بند شده این کل همه چطر در این جمله. چی ظلمت هم داری؟ بگی یه چطر رو ببر. خدا وقت بشکنه این بلاک دیگه. از روزی که دی بلاک هر کس و ناکس پیدا شده زندگی ما اینمی رقم تیر میشه. کدام به یکل در تشناب از قلوق استفاده کرده. خدا لعنتشان کنه. به جای قلوخ و سنگ خشت پخته خود یک دور پر مصرف کنن کاغذ بخرن. از برای خدا این خوب کوته سرای نیست بلاک است. خشدار از داخل تشناب پیدا کنه بازو قیز به لاف بزنه از تمدن که یه تو راست که تو در برو اول با پدر خودت. تو چی میفهمی که پدرش انداخته؟ 2 ساعت تشنابه من باز نمیشد خاله جان. خاله تو کنه کی عروسی میکنی؟ این از یلدا پرسان کن. تو چی؟ تو هم خودم میخوری؟ بریم خوبیه. خب از بابات بر هر ادعای ما یک دانه اسناد داره. جاسوسی رو شروع کردی؟ لو تا چی پیر چی هستای پیر جاهد. باز داخل کدام سیستم شده؟ ببین این دفعه ریشه اصلی مشکل پیدا کردم ولی یکم ذره مشکوک است. جاهد به چی با اعتماد است؟ نمیفهمم. ولی چه قسم داخل هر سایت میشه؟ دوستاشو رو ماستر کامپیوتر میگن. تمام سافت‌ویرها رو برکده. حالا چه قسم مامور از گپ بزنیم؟ بسیار آسان. مامورش گپ میزنم. خوب است. چطور میکنم داره؟ یک مچه زرد. حضور تعدادی از بحران آفرینان در داخل دانشگاه است. آیا چنین چیزی واقعیت داره؟ دور کردن جاهد با اختطاف ممکن است، اما من از عهده از این برآمده نمید. نمیفهم تو چی مشکل داری که ازدواج کردن؟ ما میخوایم سر پای خودت تا چند بهار. چرا نمیفهمی؟ تو خودت میفهمی که پدرم چقدر قدرت داره. که هر چقدر بالا باشه سر خودت. مادر چی از من پدر نالت بود میگی؟ چرا قبل نمیزنی؟ مادر گپ بزن.